به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام و درود فراوان به یکایک و نازنینای تایم تیوی. من سیمین تهرانی هستم و بار دیگر سعادتی داریم که میزگرد پزشکی که با سرپرستی استادان بزرگ مثل جناب آقای دکتر پروفسور جهانگیر احدود و جناب دکتر حسین علی مددیان و پزشکان دیگه انجام میشه برای شما دوستای عزیز انجام بدیم. و امروز اومدیم خدمت جناب استادان بزرگ. همچنین مهمان عزیزی داریم به نام جناب آقای دکتر علی طباطبایی که ایشون تخصص داخلی دارن، فارغ التحصیل از UCLA هستن. سابقه طبابتشون از سال 1997 هست و اکس چیف آف استاف سادلبک هاسپیتال بودن و مطب ایشون در لاگونا هیلز هست. تلفن مطب جناب آقای دکتر علی طباطبایی 949 اریا کدشه 916 7600. یه بار دیگه خدمت شما عرض میکنم 949 916 7600. اجازه میخوام سلامی بکنم خدمت استادان بزرگ جناب آقای دکتر پروفسور احدود. ممنون، مرسی آقای دکتر. شما غیبت کبرام داشتین نه؟ آقای دکتر تشریف برده بودن مسافرت و ما واقعا نگران بودیم، ولی ان شاءالله که بهتون خوش گذشته. آقای دکتر حسین علی مددیان، حال شما خوبه؟ الحمدلله. مرسی. من واقعا نمیدونم چجوری باید از شما استادان تشکر کنم، برای اینکه میدونم چقدر گرفتار هستین ولی چقدر مردمای ایرانی‌ها رو دوست دارین که وقت گرانبهاتون رو میذارین و برای دوستامون میان. آقای دکتر علی طباطبایی به شما ولکام میگیم. خیلی خیلی خوشحال هستیم که در خدمت شما هست. خیلی ممنون. استاد بزرگ آقای پروفسور احدود بفرمایید. خانم تهرانی، خواستم دوباره از دکتر طباطبایی تشکر کنم که امروز وقتشون رو به ما دادن و خواستیم که راجع به یک مسئله‌ای که تقریبا مسئله روزه و من شخصا از خیلی از مریضام سوال میگیرم و سوال نه تلفنی هم وقتی در آفیس هستن که با ویتامین دی شون رو میخوان اندازه بگیرن و شنیدم که ویتامین دی الان خیلی مهمه. گفتم از وجود دکتر طباطبایی استفاده بکنیم و اطلاعات ایشون، همونطور که خانم تهرانی گفتن، ایشون رئیس پزشکان بیمارستان سادلبک در مرکز اورنج کانتی بودن تا برای 2 سال تا چند هفته پیش که دیرکشن تحت رهبری ایشون بیمارستان واقعا تونست خودش رو به یک مرحله‌ای برسونه که یکی از بهترین بیمارستان‌های اورنج کانتی شناخته شدن از طرف تامسون اوالویشن. باعث افتخار ایرانیه. بله واقعا. خواستم سوال مریضا رو از شما بکنم که چی شد که الان ویتامین دی شد به این مرحله‌ای که دوای درد هر بیماری، به چه صورت یه ویتامین دی که ما فقط برای کلسیوم و منیجمنت کلسیوم به مریضا میدادیم الان در بیماری آسم و بیماری‌های دیگه رول مهمی پیدا کرده؟ براتون خیلی سوال خوبیه، چون ویتامین دی الان چند ساله که خیلی به صورت به قول آمریکایی‌ها هات تاپیک در اومده و خیلی‌ها در مورد ویتامین دی تحقیق کردن و دلیلی که دیدن این اینقدر مهمه به خاطر اینکه تنها ویتامین نیست بلکه یه نوع هورمونه و مثل هر هورمون دیگه‌ای که در بدن هست کارهای خیلی مهمی انجام میده، من جمله کنترل لول کلسیوم و فسفرس و این چیزایی که فرمودین که برای کارهای استخوان و عضلانی خیلی مهمه. منتها خیلی کارهای دیگه هم میکنه که در موردش صحبت خواهیم کرد، ولی چون این کشف شده که واقعا کار هورمون انجام میده دیگه به صورت خیلی مهمی در اومده. آیا این ویتامین مرکز و محلی که یک مریض میتونه ویتامین دی بگیره فقط به توسط قرصه و اگر نه به چه غذاهایی بیشتر ویتامین دی به مریض میتونه برسونه؟ ویتامین دی خب مسلما در طبیعت هست و غذاها هست. 2 نوع مختلف هست. یکی ویتامین دی 2 هست که در مواد گیاهی هست مثل قارچ. یکی ویتامین دی 3 که در مواد حیوانی کشف میشه.
نوع دیگه ویتامین D3 که همه آگاه هستن از آفتاب هست، از آلتراوایلت B، از جذب پوست میشه و ویتامین D رو میسازه. پس از دو طریق میشه ویتامین D رو به دست آورد، یکی از طریق غذا و دایت که فرمودین، یکم از طریق آفتاب. منتها به هر ترتیبی ویتامین D وارد بدن که بشه، این باید یه مراحلی رو طی بکنه تا به صورت اکتیو در بیاد، چون ویتامین D2 و ویتامین D3 در بدن بلافاصله کار نمیکنن. اول باید وارد کبد بشن که یه پروهورمون میشه این ویتامین D3 که یه لول قبل از هورمونه، و بعد وارد کلیه باید بشه که اون آنزیمی که در کلیه هست ویتامین D رو اکتیویت میکنه که اون موقع تازه میشه ویتامین D نهایی. اون ویتامین دی که ما تو غذا داریم، اون فقط ویتامین دی بایو اویلیبل بهش میگن، فقط تو طبیعت اون وجود داره، ولی تا آنزیمای لازم استفاده نشه اکتیویت نمیشه. ویتامین دی که از طریق آفتاب جذب میشه، این همون مرحله رو طی میکنه و باید اکتیویت از طریق کبد و کلیه بشه. کسایی که خیلی زیاد در آفتاب هستن تا یه مقداری ویتامین دی رو میسازن، ولی اضافیش به درد نمیخوره، چون به همون سرعتی که جذب میشه و ساخته میشه به همون سرعت هم از بین میره اضافیش. واسه همین کسایی که تو آفتاب هستن، مثل نجات غریقا، مثل کسایی که تو ساختمونا بیرون کار میکنن و قسمت زیادی از بدنشون به آفتاب اکسپوز شده، اونا ویتامین دی رو خیلی قشنگ میتونن بسازن. ولی خب غذاها خیلی مهم هستن که بتونین برای تکمیل ویتامین دی در بدن. متاسفانه ویتامین دی یکی از ویتامینایی که در تعداد زیاد خیلی غذا نیست، مقدار معینی هستن. واسه همین مقداری ویتامینا رو به غذاها اضافه میکنن که بهش اینجا میگن فورتیفای میکنن، مثل شیر، لبنیات، پنیر، مثل نون، اینا همه فورتیفای میشن با ویتامین دی. حالا چه از طریق ویتامین D2 یا ویتامین D3 فرق نمیکنه، اینا هر دوشون اون کار لازمه رو انجام میدن. غذاهایی که توش ویتامین دی به صورت طبیعی وجود داره، بعضی از غذاهای دریایی هستن، مثل ماهی، مثل تونا، سالمون، ساردین، اینا طبیعی توشون ویتامین دی هست. تخم مرغ هم یه مقداری داره، مثل حدوداً 20 یونیت توش تو هر تخم مرغ داره، و همونطور که گفتم مواد گیاهی مثل قارچ، اینا به صورت سورسای طبیعی ویتامین دی هستن. شما گفتین که میان به نون و شیر اضافه میکنن. بله. یعنی خود شیر این ویتامین دی نداره؟ نداره، نه. اگه شما بعد کلسیومشو که کلسیوم داره، بله. حدود 100 یونیت تو هر لیوان شیری تقریبا اینا فورتیفای میکنن که ویتامین دی اضافه بشه. حتی به سریالای صبحونه هم اینا اضافه میکنن که فورتیفای بشه اونا. آیا فرقی بین D2 و D3 یعنی D2 و D3 هست یا نه؟ اینو خیلی سوالا اینو میکنن که آیا اونایی که میخوان برن ساپلیمنتشو از چیز بگیرن، از دواخونه ها بگیرن، بیشتر D3 اویلیبله. ولی خب همونطور که گفتم D2 هم به خصوص برای فورتیفیکیشن بیشتر D2 رو استفاده میکنن. هر دوشون کار لازمه رو انجام میدن، ولی اکثر اونایی که ویتامینشو میخورن بیشتر ویتامین D3 هست. نحوهی که ویتامین دی از روده جذب میشه با نحوهی که از پوست جذب میشه دو تا مسیر مختلف رو طی میکنه، ولی در انتها به یک جا ختم میشن. بله، چون هر دو طریق در هر صورت باید از کبد رد بشن که این به صورت پروهورمون در میاد که بهش میگن کلسی دایال، و موقعی که وارد کلیه میشه یا آنزیمی به خصوصی هست که بهش میگن الفا هیدروکسیلیز که این اکتیویت میکنه به عنوان کلسی ترایال که ویتامین دی میشه، اون فرم اکتیو ویتامین دی اکتیوش هستن. آیا مصرف چه مقداری در روز یک انسان احتیاج به ویتامین دی داره؟ سوال بسیار بسیار خوبیه.
من شخصا تجربه‌ای که با مریضای خودم داشتم خیلی رنج متفاوتی بوده در میزان کمبود ویتامین دی شون. اگه زیر 5 باشه بهش میگن severe deficiency که یعنی واقعا کمه. تا 32 نرمال تازه شروع میشه. نرمال طبیعی که تو بدن باشه بین 30 تا 80 که من شخصا هیچ رو ندیدم بالای 50 باشه مگر اینکه ساپلمنتشو داره میخوره. بعد چون خیلی سخت گیر میاد ویتامین دی در غذاها و خب همه سعی میکنن زیر آفتاب نباشن، ویتامین دی رو کم میسازن. مقداری که باید خورده بشه بستگی به کمبود ویتامین دی داره. اگر نزدیک نرمال باشه، یه خورده پایین باشه، روزی 1000 یونیت، 2000 یونیت، حتی 5000 یونیت میشه خورد بدون که هیچ مسئله باشه. کسایی که خیلی کمبود ویتامین دی داشته باشن، مثلا حدود 5، 6 یا 10 همینطور باشه، باید ماهی 50000 یونیت بخورن که بهش میگن مگادوز. منتها باز بستگی به نسبت کمبودشون داره این 50000 یونیت در ماه یا باید برای 4 هفته یا برای 12 هفته باید بخورن. من حتی دیدم بعضی از دکترای غدد 50000 یونیت برای یه هفته 1 روز در میون به بیمار میدن، اونایی که خیلی سخت ابزورب میکنن. واسه همین بستگی به مقدار کمبود ویتامین دی داره. آیا کمبود ویتامین دی که فرمودین چه بیماری هایی رو شامل میکنه؟ ویتامین دی خیلی به سیستم‌های مختلف بدن کار داره. واضح ترینش که همه آگاه هستن به ناراحتی استخوانی و عضلانی ایناست. اگه در بچه‌ها ویتامین دی کمبود باشه که بهش به این بیماری ریکت میگن. ریکت که به اصطلاح استخوانایی که باید بزرگ بشه اینا حالت نرمی در میاد و دفرمه میشه استخوانای بچه. اگر در بزرگسالان این ایجاد بشه بهش میگن آستیومالیشیا که اونم نرمی استخوان، اونم میتونه دفرمه ایجاد بکنه که بعد میتونه تبدیل به پوکی استخوان و آستیوپروز بشه. چیزهای دیگه که ویتامین دی براش موثره، حتی میتونه به کارهای ویتامین A موثر بشه. به جذب زینک و آهن میتونه کمک بکنه. کمبودش میتونه مربوط به ناراحتی‌های سرطانی بشه، حتی به سرطانی مثل سرطان سینه، سرطان تخمدان، پروستات، روده، لوزالمعده، به همه اینا مربوط شده. بعضی وقتا هم میتونه به عروق بدن یه مقدار تاثیر بکنه. کسایی که بعضشون حتی فشار خونشون خوب کنترل نمیشه یا ناراحتیایی مثل peripheral artery disease یا PAD که خیلی تبلیغش رو تو تلویزیون ها میکنن، به اون هم میتونه یه مقدار موثر بشه. و حتی برای سالمندا که تو این خونه سالمندا هستن، کسایی که راه رفتنشون خورده سخته و براشون تراپی اوردر میدن، ویتامین دی نشون داده که یه مقدار کنترل و بالانس اینا رو هم تازه بهتر میکنه. شما اکسپریانستون دکتر با ویتامین دی و قلب و عروق چی بوده دکتر؟ والا متاسفانه در قسمت قلب و عروق مطالعاتی که شده خیلی ضد و نقیض هست. بعضی از مطالعات خیلی بزرگ که شده نشون میده که ویتامین دی هیچ تفاوتی در ناراحتی‌ها و عوارض قلبی نداشته. ساپلمنتیشن ویتامین دی بعضی از استادی‌های دیگر هست که اثرات خیلی مفید نشون میده. اینه که متاسفانه اطلاعات ضد نقیض فعلا در حال حاضر خیلی زیاد هست، ولی روی هم رفته به نظر میاد که there is یه ارتباطی بین کمبود ویتامین دی و بیماری قلب عروقی هست. منتها مسئله مهم اینه که درمان کمبود ویتامین دی واقعاً عوارض بیماری قلب عروقی رو کم میکنه یا نمیکنه. این هنوز ثابت نشده. به نمونه نظیر این فولیک اسید بود که همونطور که میدونین فولیک اسید یکی از ویتامین هاست که ارتباط این با بیماری‌های عروقی و قلبی و سکته‌های مغزی ثابت شده بود. هیچ شکی در این نیست. بنابراین فکر میکردن که دادن فولیک اسید
به افراد به خصوص اونایی که فولیک اسیدشون پایین هست حتما بیماری قلبی و سکته مغزی و بیماری عروقی کم میکنه. ولی همونطور که میدونین 3 تا 4 تا استادی شد، بعد از 5 سال نشون داده شد که فولیک اسید هیچ اثری نداشت. بنابراین در حال حاضر یک استادی خیلی بزرگی در جریان هست به نام وایتال VITAL که 20,000 نفر آدم رو اینا رو تقسیم میکنن، به یه ده ویتامین دی میدن، به یه دم ویتامین دی نمیدن، یه قرص شوگر تبلت میدن، به حالت استادی که نه دکتر نه مریض میدونه چی داره میخوره. و این استادی رو در شروع کردن که ببینن که واقعا روی بیماری قلبی عروقی اثری داره یا نداره. در حال حاضر شما چه رکامندیشنی به مریضاتون میدید؟ والا همونطور که دکتر فرمودن، در کسانی که عوامل خاصی در زندگیشون هست و ویتامین دیشون پایین هست حتما باید درمان بشن. همونطور که دکتر فرمودن بیشتر در مورد بیماری های استخوان، آستیوپروسیس و فشار خون، فقط به خاطر اینکه از بیماری قلبی جلوگیری کنه من به مریضم توصیه نمی کنم، ولی به خاطر چیزای دیگه که ثابت شده اگه کمبود ویتامین دی هست خب باید توصیه کرد که ویتامین دی رو ادامه بدن. اگه به خاطر داشته باشین ویتامین ای، من یادم میاد که به همه مریض ها دکترای کاردیو قلبشون بهشون میگفتن ویتامین ای بخورن. الان میگن نه تنها خوب نیست، ممکنه ضرر هم داشته باشه، بهتره که قطع بکنیم. دقیقاً همینطوره. ویتامین ای یک داستان 20 ساله داره که تقریباً 20 سال پیش استادی کردن و گفتن که ویتامین ای خوب هست. بعد از این استادی دیگه اومد که گفتن ویتامین ای خوب نیست. بعد گفتن که دوز و مقدار ویتامین ای که دادن کم بوده در اون استادی. یه استادی در انگلستان شد به نام کیاس که نشون داد که ویتامین ای خیلی موثره. بعد از این در امریکا یه استادی خیلی بزرگی شد که نشون داد ویتامین ای هیچ اثری نداره در جلوگیری از بیماری قلبی عروقی و نه تنها اثری نداره، همونطور که فرمودین چون HDL یعنی کلسترول خوب رو پایین میاره حتی مضر ممکنه باشه. جناب دکتر طباطبایی، ما شما راجع به دفیشنسی یا کمبود ویتامین دی صحبت کردیم. آیا ممکنه کسی باشه که زیادی از حد ویتامین دی بخوره و ضرر بزنه؟ اونم عوارضی داره و چطوری ممکنه یه نفر ویتامین دیش بیش از اون اندازه‌ای که باید باشه هست؟ بله، چیزی که شما در نظر بگیرین، ویتامین دی جزوی از ویتامینایی که بهش میگن فت سالیبل، یعنی در چربی بدن حل میشه. مثلا همین زیادیش باعث تاکسیسیتی میتونه بشه. یکی از عوارضی که ایجاد میکنه جذب کلسیم رو خب مسلماً بیشتر میکنه و همین بالا رفتن کلسیم خودش به تنهایی باعث مسئله میشه، من جمله سنگ کلیه، ضعف عضلانی، ناراحتی‌های گوارش، تهوع، استفراغ و مسائل دیگه. واسه همین ویتامین دی رو نمیشه خیلی ساده گرفت، چون به اصطلاح اسمش اینه که خوبه، باید تا اونجا که میشه خورد. من توصیه‌ام اینه که حتی الامکان اگر سوالی چیزی هست در مورد ویتامین دی با پزشکتون صحبت بکنین، چون مسلماً گرفتن خون خیلی قشنگ نشون میده که آیا کمبودی هست یا نه. اون وقت با توجه به این کمبود میتونین تصمیم بگیرین که چه مقدار ویتامین دی احتیاج هست که به قول معروف اووردوز نشه. شما رکامند میکنین که پیشنهاد میکنین که کمبود ویتامین دی رو بیشتر از طریق ساپلیمنت بگیرن یا از طریق میوه و غذا که اولش فرمودین گوشت و اینا میتونن بگیرن؟ مسلماً ویتامین دی رو اگر بتونین به صورت طبیعی از غذا بگیرین خب اون همیشه چویس اول اونه، ولی همونطور که اول عرض کردم در غذاهای خیلی زیادی ویتامین دی نیست. واسه همینه تا یه مقدار آدم میتونه ماهی و تخم مرغ و شیر و نون بخوره. بقیه‌شو باید یا از آفتاب بگیریم که ما همه از زیر آفتاب در میریم که سرطان پوست نگیریم، یا باید از ساپلیمنت بخوریم. اگر شما آگاه نیستین که ویتامین دی تون کمبود دارین یا نه، روزی 1000 یونیت خوردنش مسئله نداره. همونطور که گفتم بعضی حتی تا 5000 یونیت در روز میخورن و من بعد از چندین ماه که لول رو چک میکنم
تازه وسط نرماله، یعنی با 5000 یونیت در روز هم زیادی نبوده، ولی بهتر اینه که چک بکنیم که دقیق بتونیم اندازه بگیریم که چقدر لازم هست برای ساپلمنت. دکتر گفتن راجع به ویتامین دی و کلسیوم، چون ویتامین دی عامل جذب کلسیوم هست. خود ویتامین دی به نوبه خودش هیچ ضایعه‌ای نمیرسونه مستقیما، به طور غیر مستقیم به دلیل جذب کلسیوم، زیادی کلسیوم در بدن، همونطور که دکتر گفتن ضعف عضلانی و کیدنی سنگ کلیه و حتی کوری ممکنه بده، چون که اون کلسیوم میتونه توی لنز چشم بشینه و کور بکنه. گفتم از دکتر علی مددیان سوال کنیم. خیلی از این مریضا شنیدن که چون توی رگای قلبشون کلسیوم نشسته به دلیل بیماری‌های قلبی، شنیدن که یه جایی بهشون گفته که من نباید، یا دکترشون یا ما نباید بهشون کلسیوم بدیم و باید کلسیومشون رو قطع بکنیم و به همون نوبت ویتامین دیشون رو قطع بکنیم. آیا این کلسیوم ها با هم یکی هستن؟ اگر شما لطفاً به تماشاگران بگین که آیا اینها یکی هستن یا واقعاً این دو تا قضیه مختلف هستن؟ این کاملا دو تا قضیه مختلفه. همونطور که در گذشته من تذکر دادم، مقدار کلسیومی که مصرف بشه با کلسیومی که در عروق قلب میبینیم، در پلک ها میبینیم، هیچ ارتباطی نداره. حتی یه استادی، چند استادی من خوندم که مصرف ویتامین دی مقدار کلسیم و عروق قلب رو کم کرده بود، یعنی اسکور رو کم کرده بود. بنابراین مقدار کلسیومی که مردم مصرف میکنن با اون کلسیومی که در عروق قلب هست اصلا ارتباطی نداره. این کلسیومی که داخل عروق قلبه برای چی اومده؟ به چه دلیلی اونجا هست؟ اما که میدونین مرحله تشکیل پلاک یا آرتریوسکلروسیس یا تصلب شرايين در مرحله اولیه‌اش جمع شدن چربی در دیواره عروقه. در مرحله بعدی یک مقداری کلاژن و سلول‌های عضلانی در این پلاک، در اون قسمت رسوب داخل جدار رگ قلب ایجاد میشه. در مرحله آخر کلسیوم رسوب میکنه و چرا کلسیوم اینجا میره واقعا نمیدونیم هنوز، ولی امکان داره که یک سیستم دفاعی باشه، چون وقتی یک پلاک کلسیوم توش رسوب کرد خیلی سفت و سخت میشه و پاره شدن پلاک که معمولا علت سکته قلبی هست امکانش خیلی کمتر میشه. شاید این مکانیسم دفاعی بدن باشه. در بیماری های ریوی یه بیماری هست به اسم گرانولوماتوسیس که اینا روشون کلسیوم میشه، یعنی بیماری های مثل سل، بیماری های قارچی که انسان ها قبلا گرفتن، بدن برای اینکه اون میکروب رو نابود بکنه با کلسیوم رو دپازیت میکنه، اون تو مثل سنگ قبرش میکنه. من فکر میکنم که همین مسئله در رگهای قلب هم وجود داره که بدن میخواد محافظت بکنه و کلسیوم اون تو میشونه که همونطور که شما گفتین این پلاک ها بزرگتر نشن، رشدشون بیشتر نشه و کمتر باعث پارگی بشن. واقعا نمیطوره. دقیقاً. این از دکتر میخواستم بپرسم آیا از چه سنی ما باید ویتامین دی به بچه هامون بدیم یا رکامند بکنیم؟ اگر کمبود در بچه ها باشه از سنای پایین تر هم احتیاج هست. منتها اکثر بچه ها، خب ما خودمون یادمونه همیشه تو خیابونا ولو بودیم، آفتابو میگرفتیم، به خصوص تابستونا که همه شنا میکنن. ولی اگر بچه ها هم چک بکنن و لول اونا هم پایین باشه، از سنای پایین هم میشه ساپلمنت ویتامین دی رو داد. ولی خب تا اونجا که بشه اگر غذاها رو کنترل بکنیم که از طریق طبیعی بگیرن، خب مسلما بهتره. ولی چون خیلی از بچه‌ها ماهی و اویستر و سمن این چیزا در هر صورت نمیخورن، تا یه مقدار به خصوص رو فقط از لبنیات و سریال و نون و اینا میتونن بگیرن. بقیه‌اش اگر واقعا کمبود باشه باید از طریق ساپلمنت بهشون داد. شما ریکامند میکنین آقای دکتر که آدما چه بچه چه بزرگ
هر 6 ماه یه بار، هر 1 سال یه بار که برن آزمایش بکنن پیش پزشکشون که میرن. آیا پزشکشون خودشون این کارو میکنه یا ما اگر رفتیم دکتر باید به دکتر بگیم آقای دکتر ویتامین دی ما رو چک کنیم؟ چی باید بکنیم؟ والا هشدار دادن که ضرری نداره، چون بعض وقتا ممکنه چیزهای مختلف، بحث‌های مختلف پیش بیاد، دکتر یادش بره چک بکنه. من خودم شخصا هیچ دلیلی نمیبینم که سالی یه بار مینیمم این ویتامین دی چک نشه. حالا اگر مریضم یه به اصطلاح یادآوری به دکتر بکنه ضرری نداره که برایشون چک بشه. یه سوال من داشتم آقای دکتر طباطبایی. فرض کنید یه شخصی که خانم یا آقا سن 60 ساله، شما رندوملی ویتامین دی لولشون اندازه میگیرین و ویتامین دی لولشون هست 28، شما این درمان میکنین؟ سوال بسیار جالبیه، چون 2 تا مکتب مختلف هست. بعضی میگن ویتامین دی رو اگه بالای 30 بیارین که نرمال الان تو لابراتوریا نرمال رنجشون از 30 یا 32 به بالاست. یک مکتب دیگه میگه نه، ویتامین دی باید بالای 50 باشه، که اگه بخوایم به این حرف گوش بدیم باید بگیم 95% آمریکا تقریبا دفیشنسی داره. دقیقاً. خود من شخصا چون خیلی سخت دنبال ویتامین دی هستم، چک میکنم، نمیذارم خیلی زیادی از حد بالا بره برای مریضا. لولی که زیر 30 باشه من خودم با 1000 یونیت تا 2000 یونیت معمولا ساپلیمنت میدم. خانمایی هم که منوپاز هستن و کلسیم میخورن کلی ذوق دارن که ویتامین دی هم جز بشه و من اینا هم چک کردم، اونا هم کمبود ویتامین دی دارن و با اون کلسیم و ویتامین دی هم که میخورن به اضافه اون من بازم ویتامین دی توصیه میکنم. یه استدیه خیلی جالبی که من میخوندم اخیراً از اروپا بود که راجع به عوارض قلبی عروقی و ویتامین دی استدی کرده بودن. میگفت که کسانی که ویتامین دی لولشون پایین بوده بیماری قلبی عروقشون خیلی بیشتر بوده و کسانی که ویتامین دی لولشون خیلی بالا بوده اونا بیماری قلبی عروقشون خیلی بیشتر بوده. یعنی 5 نانوگرم پر سی سی و 80-85 نانوگرم پر سی با هم مقایسه کرده بود. البته همونطوری گفتم مطالعات ضد نقیض خیلی هست فعلا در لیترچر در مورد ویتامین دی. واقعا فیزیولوژی این مهمه فکر میکنم. من فکر نمیکنم الان علم پزشکی بدونه به چه صورت ویتامین دی باعث میشه که بیماری قلب و عروقی بالا بره با مکانیزمی که ما توی مدیکال اسکول خوندیم و الان تا اونجایی که من اطلاع دارم، مگر اینکه دکتر اطلاعات جدیدی دارن که به چه طریق فیزیولوژی یا پاتولوژی این ویتامین دی، کمبود ویتامین دی به چه صورت میتونه که چه پلاکو زیاد بکنه، گفتین پریفرال واسکولار دیزیز بده، بیماری عروق بدن رو بده، به چه صورتی میتونه کلسترول رو زیاد میکنه، در دپازیت رو کم میکنه، فایبروبلاست رو زیاد میکنه. آیا اطلاعاتی هست؟ این متاسفانه هنوز این اطلاعات نهایی در نیامده و همونطور که شما فرمودین ریسرچ هایی که کردم مقدارش هم ضد نقیض بوده. یه چیزی که خیلی جالبه که البته من نمیخوام تماشاگران رو بیشتر گیج بکنم، ولی یک ریسرچ به خصوص نشون داده که چند تا از شناگران تو هاوایی که همش سرف میکنن و روزی 12-13 ساعت در آفتاب هستن، لول ویتامین دی اونا رو هم چک کردم، مال اونام دفیشنت بوده. بله، واسه همینه الان یه مقدار خودمان در این مورد گیج هستیم. منتها چیزای بیسیکی که میدونیم اینا هستن که مسلما هر ویتامینی چیز خودشو داره و مزایای خودشو داره، ولی حرف شما کاملا درسته که نباید بذاریم زیادی از حد بشه، چون اونم در هر صورت مسئله برای خودش ایجاد در زمینه این سوالی که فرمودین باز در لیترچر هست. یکی از اثرات ویتامین دی، البته تمام مطالعات بیشتر در حیوانات انجام شده که خب ممکنه به هیومن اپلای نکنه، به انسان نتونیم تطبیق بدیم، ولی یکی از چیزهایی که گفتن همونطور که قبلا گفته بودم خدمتتون،
عروق در داخل عروق سلول های عروقی یک هورمونی رو ترشح میکنه به نام نایتریک اکساید که این باعث میشه ویتامین دی. بله ویتامین دی میگن که نایتریک اکساید ممکنه زیاد بکنه. این تئوری های مختلفی هستش. آخرین سوال رو فکر میکنم بعد از آقای دکتر طباطبایی. آقای دکتر، پیشنهاد شما برای خانمایی که منوپاز شدن یا یائسه شدن، هیچ گونه هورمونی نمیخورن، هیچ گونه کلسیومی نمیخورن، ویتامین دی نمیخورن، شما چی باید چه بکنن؟ خیلی ها هستن که نمیکنن آقای دکتر. من به عنوان یک زن ایرانی برای شما میگم که خیلی هاشونو اصلا هیچ گونه نه ماموگرام میکنن، نه پپ اسمیر میکنن، نه ویتامین دی شونو چک میکنن. شما والا تا اینجایی که من میدونستم آقایون هستن که خیلی به سلامت خودشون نمیرسن. خانم‌ها باید یه خورده بیشتر در این مورد به مسئله بهداشتی خودشون برسن و اگر منوپاز شدن حتما باید کلسیوم و ویتامین دی جزو ساپلمنت های روزانه باشه. به خصوص این که الان چند سال دیگه ما استروژن به خانم‌ها توصیه نمی‌کنیم مگر اینکه علائم منوپاز خیلی شدیدی داشته باشن که برای کنترل اون گرگیری بدن و چیزای دیگه استروژن رو بخورن و چون اونو دیگه ما توصیه نمی‌کنیم و با مسائل دیگه‌ای که در مورد فاسومکس و چیزای دیگه اخیراً تو مطبوعات شنیده شدن، خیلی هستن حتی دواهای پوکی استخوان هم قطع کردن. واسه همین مینیمومی که باید انجام بشه خوردن کلسیوم و ویتامین دیه و پیاده روی، ورزش، تا اونجایی که میتونن کارهای جسمی و بدنی انجام بدین، چون این خودش کلسیوم میسازه، مقداری که این به اصطلاح ورزش بدنی موثر نمیشه نادیده گرفت. من فکر میکنم که کم کم به آخر برنامه‌مون رسیدیم. جا داره که از شما از طرف آقای دکتر احدود، آقای دکتر علی مددیان تشکری داشته باشیم. جناب استاد احدود که دیگه نمیدونم چطوری ازشون تشکر بکنیم. واقعا یه مدت کوتاهی غایب بودن، رفته بودن مسافرت، بیننده ها کشتن ما رو. کجا هستن آقای دکتر؟ به هر حال ممنون و سپاسگزار هستیم. امیدواریم که بازم در خدمت شما باشیم. خیلی متشکرم آقای دکتر احدود، تشکر. آقای دکتر علی مددیان ممنون. مرسی دکتر جان، لطف کردید. خب دوستان عزیز، تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. با ما باشید.